سال 1377 خورشیدی است که برای ساماندهی تالار کتیبه‌های موزه ایران باستان دعوت می شود. در میان کتیبه‌های موزه 164 گل نوشته وجود داشت که در حفاری‌های تخت جمشید پیدا شده بود. قصه پیدا شدن آن الواح به سالهای 1312 و 1313 خورشیدی باز می‌گردد، زمانی که تخت جمشید برای اولین بار توسط ارنست هرتزفلد باستانشناس آمریکایی کاوش شد. هنگام کاوش در یکی از اتاقهای دیوار شمال غربی تخت جمشید هزاران گل نوشته کوچک پیدا شد. گل نوشته ها را در 2353 جعبه مقبایی در 50 صندوق گردآوری و بسته‌بندی می‌کنند و برای مطالعه و رمزگشایی نوشته ها به دانشگاه شیکاگو در آمریکا می‌برند. این گل نوشته ها در آن زمان از طرف دولت ایران به دانشگاه شیکاگو به امانت داده می‌شود. سال 1316 در مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو این گل نوشته ها را مرمت و آمادگی پژوهش و بررسی می‌کنند و ریچارد هلک، استاد زبانهای بین النهرین دانشگاه شیکاگو، کار بررسی، مطالعه و رمزگشایی گل نوشته ها را آغاز می‌کند. بسیاری از گل نوشته ها تنها نقش مهر داشتند و یا خرد شده بودند و ارزش مطالعاتی نداشتند و از میان تمامی آنها در نهایت 30,000 گل نوشته شناسایی و شمرده می شوند و کار گروه بندی آنها انجام می شود. ریچارد هلک 2087 متن را مطالعه و ترجمه می کند و در کتابی به چاپ می رساند. سال 1327 150 گل نوشته به ایران بازپس داده می شود. بنابر گزارش هلک، جورج کامرون برخی از این گل نوشته ها را خوانده بود و هلک نیز یادداشت‌هایی در تصحیح نگارش ترجمه کامرون ارائه داده بود. هنگامی که عبدالمجید عرفئی در سال 1344 خورشیدی به آمریکا می رود و برای تحصیل زبان و خط ایلامی نزد هلک کار آموختن خط و زبان ایلامی و آکدی را آغاز می کند، مطالعه و بررسی گل نوشته های تخت جمشید بخشی از دوره آموزشی او می شود و پایان نامه دوره دکتری خود را با عنوان زمینه‌های جغرافیایی ایالت پارس در زمان داریوش بر اساس گل نوشته های تخت جمشید می نویسد. عرفئی سال 1349 به ایران می آید و تلاش می کند تا گل نوشته ها را در موزه ایران باستان بیابد، اما موفق نمی شود. هنگامی که در سال 1377 سرپرست تالار کتیبه های موزه ایران باستان می شود، 150 گل نوشته را می یابد و ترجمه می کند. سرانجام در سال 1387 است که ترجمه او توسط دایره المعارف اسلامی به چاپ می رسد. اما شرح واقعی این گل نوشته ها را از زبان عرفئی بشنویم. 1312-1313 در 2 اتاق در حصار اون دیوار باروی حصار تخت جمشید در گوشه شمال شرقی تخت جمشید پیدا شده. به نظر میاد اونجا مرکز بایگانیشون بوده. کتیبه ها را بسته بندی می کنند و از طریق بندر بوشهر بارگیری می کنند و به آمریکا می برند. وقتی که من کارم تو موزه شروع کردم، چون استاد من فوت کرده بود اون زمان و من میدونستم کسی دیگه تمایلی به خوندن اینها در مؤسسه شرقی نداره و کسی هم به اون صورت کار نکرده بود غیر از من روی این کتیبا. به موزه‌ای‌ها گفتم که به میراث فرهنگی که اینا رو برگردونیم ایران. اونا که اصلا منکر شدن که ما همچه کتیبایی در امریکا داریم. از من خواستن براشون ثابت بکنم. هرچی ما عجز لابه کردیم که بابا من 8 سال با اینا سرگرم بودم، نزدیک 2000 تاشو من بردم پختم توی کوره، شما چی میگین؟ امریکایی‌ها رو همه پس فرستادن. سال 1327 است که علا سفیر ایران در آمریکا از مؤسسه شرقشناسی سراغ کتیبه ها را میگیرد. آنها گزارش کار میدهند و 150 لوح را به همراه خرد لوح‌هایی که ارزش مطالعاتی نداشتند به ایران باز میگردانند. از من خواستن ثابت بکنن. من به کمک 2 تا از خانمایی که با من کار میکردن تو تالار کتیبه ها رفتیم و اسناد بایگانی میراث فرهنگی رو تمام زیرورو کردیم. هرچی سند بود مربوط به این کتیبه ها استخراج کردیم و بهشون ثابت کردم که این دست 50 صندوق رفته، 3 صندوق برگشته، پس ما 47 صندوق دیگه طلب داریم. اون وقت بود که پذیرفتن. به من گفتن که پس خودت باشون مذاکره کن برای برگردوندن اینا.
ارفعی موافقت مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو را برای بازگرداندن الواح جلب می‌کند. اونا گفتن بیا 2 ماه بسته بندی اینا وقت میگیره، کار میگیره، هزینه رفت آمدت با ما، هزینه اقامتت دولت ایران تقبل بکنه. او نتیجه مذاکرات را به سازمان میراث فرهنگی گزارش می‌کند. بعد از مدتی به من زنگ زده شد و به من گفتن که 2 میلیون تومان قرار گذاشتن که به من بدن که من برم امریکا اینا رو بیارم. 2 میلیون تومان اون روز تقریبا میشد روزی $50. چه سالی بود؟ اما سال 80 یا 79 اینطوری، درست یادم نیست. خب من میدونستم که کرایه خونه اتاقی که شما برای مدت کوتاه در نزدیکی دانشگاه شیکاگو میگیرین، اینا پرسش کرده بودم، تقریبا روزی $100 میشد و اینا داشتن روزی $50 میدادن، بدونی که در نظر بگیرن که کرایه اتاق من بیشتره، بدون این که در نظر بگیرن من هزینه زندگی دارم و بدون این که در نظر بگیرن یه دستمزدی هم باید به من بدن در ازای این کاری که براشون انجام میدم. من گفتم که چرا این مقدار؟ گفت بقیه‌اش از امریکایی‌ها درخواست کن، تو که میتونی. گفتم نه، من هیچ وقت دست گدایی رو جلو خارجی دراز نمی کنم. من 10 سال امریکا بودم، پس امریکا رو دیدم، طمع و حرص امریکا رفتنم ندارم، بنابراین من این پیشنهاد شما رو نمیپذیرم. موضوع مسکوت میماند و الواح در دانشگاه شیکاگو بلا تکلیف هستند. بنابراین دیگه این جریان منتفی شد تا وقتی که من به یاری وزارت ارشاد زمان آی مسجد جامعی یک کنگره اینجا برگزار کردیم که تعدادی از این استادان مؤسسه شرقی هم عضو هیئت علمی اون کنگره بودن. اینا در سفری که 1 سال قبل از کنگره به ایران کردن، موقعیتی پیش اومد که بدون حضور من البته با مسئولان میراث فرهنگی گفتگو کردن و قرار شد بعد از عکس برداری 300 تا خودشون به ایران برگردونن. 300 تای اول که وارد شد، خانه‌ها با بوق و کرنه‌های بسیار بود، چه در رادیو و تلویزیون و مطبوعات ایران و چه در امریکا، چون حسن نیت مردم رو در اینجا و دولت‌ها را نسبت به هم دیگه کم و بیش نشون میداد. این تو امریکا موقعیت طلب فراوونه. عده‌ای فرصت طلب از موقعیت پیش آمده سوء استفاده می کنند و برای دریافت خسارت از دولت ایران شکایتی را طرح می کنند تا الواح تخت جمشید را به عنوان دریافت غرامت حراج کنند و به فروش برسانند. با وجود تمام تلاش‌های مؤسسه شرقی و دانشگاه شیکاگو، دادگاه بدوی رأی به نفع خواهان میده. اینجا یه خورده مسئولین دست پاچه میشه، وکیلی انتخاب میکنن که بر اساس تلفن‌های مکرری که من از امریکا داشتم، وکیل شایسته‌ای نبوده، در رده‌های پایین بوده که خودش هم نشون داد در دادگاه دوم دفاع آنچنانی از ایران نکرده بود. البته من به میراث گفتم که شما وکیلتون به گواهی این تلفن‌هایی که به من میشه، خبرایی که به من میدن، وکیل زبردست و با تجربه ای نیستش. دادگاه دوم بعد باز استیناف موزه دانشگاه شیکاگو خواسته بوده، باز رأی به نفع خواهان میده. دیگه متوجه شدن و مثل که وکیل خوبی گرفتن. با تلاش‌های دایره حقوقی ریاست جمهوری ایران، لایحه دفاعی مناسبی برای آخرین دادگاه طراحی می‌شود و ایرانی‌ها وکیل شایسته‌ای معرفی می‌کنند. باعث شد که دادگاه فدرالی که چند وقت پیش برگزار شد رأی بده که این اشیاء مطالعاتی و علمی هستند و به هیچ وجه نمیشه
حراجشون کرد. البته تا برگردن به ایران یه 5-6 سال دیگه کار داره، چون اونا باز درخواست استیناف دادن. اینقدر پیش میره تا به دیوان عالی کشور امریکا برسه که امیدوارم اونجا هم رأی به نفع میده. البته این باعث شد که یک نفس راحتی نه تنها دانشگاه شیکاگو بکشه، خیلی از موزه ها و دانشگاه های امریکا نفس راحتی کشیدن. چون اگر اینطور اولا که همون دسته تنها درخواست حراج این گل نوشته ها رو نکرده بودن، مثلا درخواست کرده بودن اشیایی که در موزه متروپولیتن نیویورک هستش یا چند فیلادلفیا هستش، اینا هم حراج بشه، مال ایران هستن، غرامتش به اونا داده بشه. اونا هم نفس راحتی کشیدن. و یکی این که دیگه دولت اگر که رأی به نفع خواهان داده میشد، هیچ دولت دیگه ای نمیومد نمایشگاه های فرهنگی در امریکا برگزار بکنه، از ترس اینکه نکنه یا عده خواهان دیگه پیدا بشه و گرفتار بشن. و این انشالله امیدوارم روزگاری این کتیبه ها برگرده به ایران و امیدوارم تا اون وقت ما پژوهشگرانی داشته باشیم که بتونن اینها رو بخونن و فقط انبار نشه در ایران. تمام گلنوشته ها اسناد اداری و مالی هستند. در آنها از حمل و نقل کالا، دریافت، جابجایی، ذخیره و پرداخت کالا در ازای حقوق کارگزاران و مسافران و کارگران دولتی در ایالت فارس صحبت شده است. میگه 31 صدم بر، یعنی 3 قا و 1 دهم قا، 1 قا، 3 قا آرد، 1 قا گندم آقای کرامه اسمش دریافت کرد. 2 تا آزاده یا جنتلمن هر یک 1 قا و نیم دریافت کردن که 2 تاشون میشه 3. بعد اون 1 قا غله گندم یا جو یک حیوانی به اسم شیشی، حالا این نمیدونیم واقعا چیه چون تنها موردیه که این اسم اومده، دریافت کرد. حیوانی بوده که همراهشون بوده، حالا ممکنه خر باشه، ممکنه یک چارپای دیگه ای باشه. و اینا مهر زیشاویش هم کردن، رفتند به سوی شوش، چون زیشاویش مرکزش تخت‌جمشیده، معاون کل امور مالی ایالت فارسه. تاریخ نوشته هایی که در باروی شمال شرقی پیدا شد مربوط به سال 8 تا 28 سلطنت داریوش بزرگ است و نوشته هایی که در خزانه تخت جمشید پیدا شده مربوط به سال 30 سلطنت داریوش بزرگ تا زمان جانشینانش خشایارشاه و اردشیر اول هخامنشی است. در اسنادی که مربوط به باروی تخت جمشید است کالاهایی چون گندم، جو، نوشیدنی به عنوان دستمزد پرداخت شده و در اسنادی که در خزانه پیدا کردند حقوق کارگران و کارمندان به صورت نقره پرداخت شده است. میگه 163 بر غله فراهم شده ای آقای تورپیش از شهر کوریشتیش، کارگرانی که با مواجب امرار معاش میکنن و اونا اسکودریایی هستن، مال احتمالاً آسیای صغیر، در شهر بکتیش که هر دوتا این شهرها که هم اون کوریشتیش که اولی میگه و هم این شهر بکتیش به عنوان مواجب دریافت کردن برای مدت 1 ماه. در ماه ادوکنش ماه اول در سال 23 25 تا مرد 3 تا پسر 1، 42 تا زن 2 تا دختر 1، مجموع 71 کارگر. این گلنوشته ها اسنادی هستند که از وضعیت معیشت و نحوه مدیریت اداری و اقتصادی دولت هخامنشی و شغلها و حرفه‌های آن دوران حکایت می‌کنند. این اسناد بسیاری از پرسش‌های مهم تاریخی را درباره دوران هخامنشی پاسخ می‌گویند. میگه 3 بر تن، یعنی 3.5 بر آرد فراهم شده آقای میره یهوده، آقای شده اسمش دریافت میکنه. اون خودش 1.5 قا دریافت میکنه. 2 تا پسرش هر یک 1 قا دریافت میکنه. مهر زیشاویش که قبلا اسمشو بردیم هم میکرد. از فارس، از تخت جمشید رفت به سوی ایلام. سال 22 ماه هنامکش که بازم میشه ماه 10.
من نتونستم برم امریکا و این کتیبه هایی که الان 30 سال خونده نشده و انتظاری دارن میکشن که یه نفر اونا رو بخونه و محتویاتش رو به اطلاع همه برسونه، این امکان برای من هیچ وقت فراهم نشد که برم و اینا رو بخونم. اگر من تونسته بودم کارو میراث فرهنگی با من نمی کرد که به من بگه پول از امریکایی ها بگیر برای اقامت تو اینا، من اون کتیبه ها رو میتونستم برگردونم به ایران. هیچی نباشه لااقل روزی 1 یا 2 تاشن که میخوندم در عرض این 10 سال میتونست خودش نزدیک 3-4 هزار لوح خونده شده باشه تا با امروز. و این حسرت من هستش که نمیدونم بعد از من آیا کسی پیدا میشه که اینا رو بخونه و این راه رو ادامه بده یا نه. این حسرت همیشه رو دل من هست.